من اون روز اولی که وارد خدمت نظام شدم یه دفترچه خاطراتی داشتم. اولین چیزی که روی دفترچه خاطراتم نوشتم توصیف رزمندگان اسلام از قول امیرالمومنین رو نوشته بودم که همه رو بصائرهم علی اسیاد. سعی کردم این رو رعایت کنم. سعی کردم اول بصیرت پیدا کنم، اول دینمو بشناسم، بعد اسلحه دستم بگیرم. میامدن خیلی جالب بود که میگفتن ما گندم ما رو کاشتیم، آمدیم برمیگردیم عملیات، برگشتیم میریم گندم ما رو درو میکنیم. اینقدر مردم از فرصت‌ها برای حضور در جبهه استفاده میکردن. جوانان به سمت جبهه‌ها میرفتن، واقعا هم عاشقانه حرکت میکردن. اونجا خیلی از بچه‌های گرگان اون زمانم جنگ لب اروندرود بود، این عراقی اون برای اروند بودن، ما این برای اروند بودیم. اونا با خمپار 60 و نمیدونم اینجور چیزا می‌دادن. ما که اصلا خمپار انداز نداشتیم، مثلا ما که اونجا بود اصلا خمپار انداز نداشتیم. ما نهایتش نهایت یک تفنگی میتونستیم پرتاب کنیم براشون که اونم جیره بود. در ماهی 2 تا جیره بود، 2 تا نهایت یک تفنگی بهمون میدادن که بزنیم. عملیات رمضان همونطور که بعضی کارشناسای جنگ گفتن عملیات نفر با نفربر بود. عملیات بچه‌های رزمنده ما با تانک بود، با زره‌پوش بود، با نیروهای هوانیروز عراقی ها بود. الان تو سر کانالی، از کانال حداقل 5 تا باید بپیچی. نه خیر اینا همش نظافه اینجا. خیلی نظافه. خب نجف بیاد بیرون بره سر جای. خیلی نظافه نیرو داره. اصلا همین آقا جان الان مسئله اصلی که این بکشه به دست راست، نجف هم بیاد دست راست. فاصله 2 کیلومتری نقطه‌های سیاه داره زیاد میشه. آرام آرام دیدیم این نقطه‌ها داره زیاد میشه، متوجه نمیشدیم چی هست. یه مقدار کاملا جلوتر دیدیم اینا هم تانک‌های عراقی داشتن میآمدن سمت ما. میان این دشت در واقع سنگر نگرفته بودیم، همه پخش بودیم. حالت اونا مختلف جیل آوردیم، اون بمب رو داشت روشن میشد، اونم جلوهاش افتاد بیرون، هر چی که میشه خاک می‌ریختیم، بالاخره دفنش کردیم، نذاشتیم منفجر بشه. من همونجا گفتم این مال ما نبود، این بمب مال ما نبود، مال صادق نبود، منفجر نشد. یه رو این ساعت بعدش دیدم که عسکر قلی‌پور اومد، اما قیافش دیدم داد، فهمیدم که داد شهید شده دیگه. اونجا خمپاره اومده بود، همون لحظه که اینجا بمب اومده بود همونجا هم خمپاره اومده بود، شهید شد. من همین که در حال بدو بودم یه لحظه احساس کردم که رو هوا چرخیدم و پرت شدم روی زمین. بعد احساسم این بود که متوجه نشدم چی شده. یه دفعه دیدم یک تن نیمه جان جلو هم افتاده، از سینه به بالا سر نداره و توی قفس. آقای حاج محمد کریمی که اینجا نشسته رو روی من با 2 عصا زیر بغلشه، به قدری آرپیجی زده بود که گوش راستش خون میریخت. 10 تا نیرو انتخاب کرده بودیم که اگر یک جایی تو میدان میگیر کنیم فقط بگیم مین، این 10 نفر سریع خودشونو برسونن برن رو مین، بقیه برن. این مکس نه. گفت که اومد مرخصی، گفت که ما در قصا چی داریم؟ گفت پلو ماهی. گفت ننه جان ننه. گفت ما الان این ماهی رو میخوریم، یک روز ماهی ها رو میخورن. رفت و اروند دیگه نیومد.